دهه پاروار و مولیوف در ناحیه شمس‌الدین شاهین در پی فرآمدن یرچ و آمدن سیل 4 روز باز در محاصره قرار دارند. داخل همین خودم بودم با هم شاو همین حادثه روی داد همین کردیم که هم خودمون ماشین برآوردیم تمام. این حالی که در دهه ما مثال همین فلاکت دچار شده است همین باری شد باور کن نه راه داریم یگان چیز روزی نیست پیاده هل راه میگردن مردم. آفت طبیعی در شب 20 به 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیوف 5 خانه را کاملا و تقریبا 30 منزل را قسما خراب کرد. تا حال در این 2 دهه نیروی برق هم نیست چون به گفته ساکنان سیل بعضی از سیمچوب ها را کنده است. غیر دولتی بعد خیلی استقلالات به دست آوردن امیرا ما کردیم حساب کاریتاس نکی این سیل خیلی جرایون خودش گم نمیکنه وزمین اومد ایرا برید رفت اینا سیدکوی کاریتاس کرد این حساب تشکیلات ها اینا در زمین هموار شدگی ها اینا خودتون ده معلومات سفرگل حکیمова ساکنی روستای پاروار هم میگوید شب آمدن سیل تنها در فکر خلاصی جان خود و فرزندان بود و برای گرفتن جهاز و سند خانه‌اش هیچ تلاش نکرد. اینا هینه او مدنی سویت اینا ما چیکار کنم اینا می دوفال بیاد نمی دوفال بیا خونه ما میبره اینا می جمع بوده دوفال بیا نمی رای اساسی سیل دا میو رای اساسی دا میو ما این دوفال بیا مرا میبره اساس نمیجه به مرا مراجعت که برای عکس نکردی. در دهه پاروار 200 و در روستای مولیوف 75 خانواده به سر میبرند. ساکنان این 2 دهه در حالت بیماری مجبور هستند که 10 کیلومتر راه را طی کرده به مرکز ناحیه بروند. این روزها سیل راههای ماشینگرد را خراب کرده رفت و آمد را به مرکز ناحیه مشکل گردانده است. یا فصل نمازی شما ساعت 8 می شوخنم گرفت بچم نوبتی پوداش بود شال پره گفتم تخاک او خاکن مقدم کلینم در چلای گولاکش بیداریستم چی میدونم مخیبات تلکاب مدکی بارش میکنه ترخ پرخ نفهمیدم یا گولای دیدم که در ملغه زدگم سویا ما گوتید بخی که مولا در خیدن رفت بچم 4 تا شیافت 6 تا اوغلینا همه ای کار بوند 10 تا مولی مایده گوسپند بز قطی برای بیچه تایخر مونده است 3-4 تا روی دیگه تایخر 5 سال میشه در پاور زندگی میتاری و دیگه ندیدم. ساکنان این 2 روستای ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند که در این مدت نه تنها کسی به یاریشان آمد بلکه برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی یک تکنیک هم نفرستاد. موبایل شرکت اومد بودا کوی خواب نام سگ داکی میده بودا کوی خستیم چونه خونه هم شده گشتا آمدم که ای جامعه سرکت ای همین 3 خونه تمام شو سرکت گیره و وقتی من قفل خراب رای او بلا کردیم که دیگه زور مونا نسید و طبیعیه دیگه زوری مونا نسید هم خیلی موندیم هم لب قضا همینجا خالین هم چیز جواری خواب هم لویده حالا مردم این ده با تکنیک کرایه کمبودها را رفع می کنند. در دهه پاروار به رادیو آزادی گفتند که هرچند به آسیب دیدگان کمک عملی نشده است اما یک کمیسیونی حکومتی زیانی رسیده به آنها را حساب و کتاب نمود. 5 خانه استخامتی پوگزا استفاده بیرون شدگیان اوزه اومدن یورا سنجیدن دیدن نماینده حکومت دیگاش همش میدونن انا بازم همی 25 خانه دیگه ضرری دیده است که زودی اموال خانه با تریتوریوی اوگل خانه نان خانه میزول کادون خانه دیگه و دیگه است ضرری دیده تو اگر ور بدگی چیزوش قطعی ضرر دیده 25 نکی حسابی میونه بگیریم به همه خوشگی 90% قریب نیمی قسلوب 90% ضرری دیده. هم ساکنان و هم مقامات از تلفات جانی نداشتن این حادثه های طبیعی خوشحالند و میگویند که خانه و در را دوباره با کمک یکدیگر برقرار خواهند کرد. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند که از قبل ساکنان را درباره خطر آمدن سیل و فرآمدن یرچ آگاه کرده بودند و حالا در فکر هرچی زودتر رساندن کمک به آنهایند.